تجارت وحشتناک شیر گاو. گاوها رو همیشه حامله نگه می‌دارند تا به طور دائم بتونن شیر تولید کنند. چون گاوها هم مثل انسان‌ها وقتی شیر تولید می‌کنن که حامله بشن و بچه به دنیا بیارند. سیمن رو از گاو نر می‌گیرند و اون رو به طور مصنوعی و با دست وارد رحم گاو دختر می‌کنند و اون رو حامله می‌کنند، یعنی بهش تجاوز می‌کنند. بعد از تولد بچه رو از مادر جدا می‌کنند تا نتونه شیر مادرش رو بخوره، چون قراره این شیر رو به مردم بفروشند و پول بسازند. And you see, a mother cow's bond with her young is very strong and affectionate, and she sometimes cries out for days in search of her baby. نوزاد اگه نر باشه کشته میشه تا گوشتش رو بفروشند و اگه دختر باشه به سرنوشت مادرش دچار میشه. در شیر گاو آنتیبیوتیکس، هورمون، چرک به مقدار زیاد وجود داره. 1 لیتر شیر حدود 20 میلیون باکتری زنده و 750 میلیون سلول چرکی داره. به گاوها هورمون‌های قوی میزنن تا حدود 3 برابر یک گاو معمولی شیر تولید کنند. تولید شیر و دوشیده شدن زیاد باعث امراض پستانی، عفونت، التهاب میشه و برای جلوگیری از زیاد شدن عفونت به اونها آنتیبیوتیک‌های قوی میزنند و این آنتیبیوتیک‌ها و عفونت‌ها وارد شیر و سپس وارد بدن مصرف کننده میشن. شیر کلسیم رو از بدن انسان میگیره تا خاصیت اسیدیش رو از بین ببره. در شیر ساتوریتد فت بالا وجود داره، پروتئین زیاد و همچنین باعث افزایش سرطان میشه. حدود 70% مردم به لاکتوز موجود در شیر حساسیت دارند، چون شیر فقط برای دوره محدودی یعنی دوران نوزادی مصرف میشه و هیچ حیوانی پس از پایان دوران نوزادی به جز انسان شیر نمیخوره. اونهایی که بیشترین مصرف شیر رو دارند بیشترین درصد پوکی و استوپوروسیس رو دارند. شیر هر حیوانی برای مصرف بچه خودش تولید میشه، نه برای مصرف حیوانات دیگه. تجارت حیوانی با قدرت و پولی که داره همه جا دروغ و محصولاتش رو تبلیغ میکنه. توی تلویزیون ها، مدارس، کتاب های درسی، مجلات این دروغ ها رو به زور به مردم تحمیل میکنه. گاوها معمولا بعد از 4-5 سال که از پا میافتند به کشتارگاه فرستاده میشن تا گوشتشون هم فروخته بشه. قابل توجه ویژیتریان ها که فکر میکنن با مصرف شیر آسیبی به گاوها نمیرسونند. به جای شیر گاو از شیر گیاهی مثل شیر سویا، شیر بادام، شیر نارگیل یا هر طعم دلخواه دیگه استفاده بکنید.